جعفر آقا مردی فقیر است. برادری به نام مسلم دارد که اخیراً جزء مسئولین شهرداری شده است. یک روزی خانم جعفر از نداری و بیچیزی به او گفت که پیش برادرش برود، شاید کمکی به حال او کند. جعفر هم نزد برادرش رفت و وضع مادی بدش را برای برادر تعریف کرد و از او کمک خواست. برادرش پس از اندکی تأمل گفت: فردا صبح یک سری بزن دفتر. فردا صبح جعفر سر موقع رسید. برادرش آقا مسلم گفت تو اینجا در دفتر ساکت بنشین و هیچ حرفی نزن. آقا مسلم بدون معطلی با یکی از پیمانکاران بزرگ تماس گرفت و گفت که متاسفانه کاری که قرار بود به تو بدهیم نصیب پیمانکاری دیگر شده است. پیمانکار متحیر و سرگردان شد و گفت چرا این کار را کردید؟ آقا مسلم، شما قبلا قولش را به من داده بودی و من تمام دم و دستگاه ها را آماده کردم. آقا مسلم گفت که اتفاقاً آن کسی که کار را بهش محول کردیم در دفترم نشسته، حی حاضر اینجاست. شما هم تشریف بیاورید، شاید به تفاهم رسیدید. پیمانکار هم از راه رسید و بدون مقدمه رو به جعفر کرد و گفت من به این مناقص شدیداً احتیاج دارم. چقدر پول بدم که صرف نظر کنی و کنار بروی؟ جعفر هاج و واج مانده بود، نمیدانست چه بگوید. آقا مسلم مدیر کل ما میانجیگری کرد و گفت بابا 3 میلیارد تومان بهش بده، قال قضیه رو بکن تموم بشه. آن هم پذیرفت و چک را در وجه حامل نوشت و تقدیم کرد. وقتی که پیمانکار رفت، آقا مسلم چک را گرفت و 1 میلیارد به حساب خود و 2 میلیارد به حساب برادرش واریز کرد. آقا جعفر وقتی به خانه برگشت، خانومش ازش پرسید چه کار کردی؟ برادرت چیزی کمک کرد؟ جعفر گفت والا چی بگم، راستش برادرم تو روز روشن از من 1 میلیارد تومان دزدید. باور کنید جوک نیست، این شمه ای از دزدی‌های سبک جدید موسوم به رانتخواری برخی حضرات است. اگه این داستان برات جالب بود سابسکرایب کن تا حمایتت رو نشون بدی. هر شب ساعت 10 یک داستان جدید منتظرته، پس همراه من بمون.